با سلام و درود خدمت عزیزان. همونطور که در جلسه قبل عرض شد، در سخن 16 برانیم که به یکی دیگر از نتایج پربار داستان پیرچنگی، یعنی مراتب فضل و بخشش الهی نسبت به بندگان، با هم گفتگویی داشته باشیم. البته عزیزانی که با دقت این داستان رو دنبال کردند، شاید این سوال براشون پیش بیاد که در این داستان آشکارا صحبتی از فضل و بخشش حق نشده. که درسته، به خاطر اینکه حالا اینطور استنباط میشه از داستان‌های مختلف مثنوی که مولانا گاهی به مناسبت به تصریح ابیاتی رو در ارتباط با مراتب رحمت الهی، فضل و بخشش حق نسبت به بندگانش اشارات مبسوطی داره، نظیر این که مثلا در دفتر دوم مثنوی از جمله این ابیات رو از زبان پیامبر می‌فرمایند که گفت پیغمبر که حق فرموده است، قصد من از خلق احسان بوده است. آفریدم تاز من سودی کنند، تاز شهدم دست آلودی کنند. از برای لطف عالم را بساخت، ذره ها را آفتاب وی نواخت. ولی خب گاهی در بعضی از داستانها، نظیر همین داستان پیرچنگی، آشکارا ابیات ذکر نمی‌کنن، ولی نفس داستان اگر دقت کرده باشیم حکایت از جمله، البته یکی از نتایجش حکی از مراتب فضل حق نسبت به بندگان خاطی و عاصی هست. ولی آنچه که مربوط میشه به این که پیرچنگی مشمول چنین فضل و موهبتی بشه، باز باید با دقت این داستان رو دنبال بکنیم یا مجدداً مرور بکنیم تا متوجه این حقیقت بشیم که پیرچنگی یک امید کاملی داشت، یعنی یقین داشت به این که اگر به دعا و نیایش مشغول بشه و دعاش همراه با زاری باشه، اشک و آه باشه و از ته دل باشه، حتما مشمول فیوزات خاصه الهی خواهد شد. که همینطور هم شد، با اینکه یعنی تا حدی بود که حتی به حق تعالی گفته که دیگه کافیه. یعنی من 70 سال در غفلت بودم و حالا یک بار اومدم به سوی تو، به راز و نیاز پرداختم، اونم از طریق سرود و چنگ به راز و نیاز پرداختم. تو چنین مواهبی رو نصیب من کردی که حالا دوستانی که قسمت‌های قبل رو شنیدن کاملا آگاهی دارن. حالا مولانا در غزلیات خودش هم باز در این مورد اشارات خیلی قشنگی داره. شاید مشهورترینش که دوستان شنیده باشن این هست که هیچ وقت اینطور فکر نکنید وقتی چیزی از حق میخواید بگید نه نمیشه، ما کجا، مثلا فضل حق کجا، ما عمری رو در خطا گذروندیم. اصلا در عالم عرفان به این مسائل توجه نمیشه. کافیه که انسان در هر لحظه وقتی متوجه این حقیقت میشه که دنیا آنگونه که فکر میکنه در واقع بهایی نداره، شاید برای چند صباحی یه توجه اندکی به دنیا زیاد انسان رو از حق دور نکنه، ولی اگر قرار باشه که در قول باز داستانی در مصیبت نامه عطار هست که داستان اون مگس هست که خواهش کرده به این که گرسنه‌اش بوده، گفته که بعد یه دفعه کندو عسلی میبینه و میگه که آیا کسی هستش که یه جو از من بگیره و منو بذاره توی این عسل؟ و یه نفر پیدا میشه، یه حشره بزرگتر پیدا میشه و این کار میکنه.
خب ولی این همینطور وقتی که از این عسل میخوره، حالا میخواد پاشه، هرچی دست با میزنه میبینه که نمیشه دیگه، گیر کرده و داره از بین میره، خفه میشه. حالا میگه که آیا کسی هست که 2 جو از من بگیره، حالا منو از این مخمسه نجات بده؟ کسی پیدا نمیشه، چون خودش هم باز گیر میکنه. موضوع اینه که ما اگر از کنار دنیا، از عسلش، از زیبایاش بهره مند بشیم هیچ اشکالی نداره، ولی اگر غرق در این عسل بشیم، در این دنیا بشیم و همه چیزمون این دنیا باشه، مانند همون حشره‌ای میشیم که گیر میکنیم و دیگر یارای پرواز در عوالم الهی نیستیم. اینی که در این عالم میفرمایند تا زمانی که انسان این فرصت رو داره باید طلب مغفرت کنه از حق و به سوی حق راجع بشه. اون وقت هیچ چیز این دنیا به انسان ضرری نمیرسونه، چون همه چیز رو در مسیر رضای حق در واقع خرج میکنه. اگر پولی داره، اگر ثروتی داره، اگر شغل و مقام خاصی داره، اگر نمیدونم علمی داره، هنری داره، همه اینا رو برای خودش و دیگران میخواد و صرفا برای خودش خرج نمیکنه. رفعات در این زمینه برای اینکه به ما این حقیقت رو برسونن، به اینکه در هیچ شرایطی نبایستی از حق ناامید بشه، انسان اشعار بسیار مؤثری رو دارن. حافظ در یکی از ابیات خودش میگه که از نامه سیاه نترسم که روز حشر، از نامه سیاه نترسم که روز حشر، با فیض لطف او 100 از این نامه طی کنم. یا سعدی میگه که شاید که در حساب نیاید گناه ما، آنجا که فضل و رحمت بی منتهای توست. این مربوط میشه به یکی از غزلیات بسیار شیرین و پرشور سعدی. اجازه میخوام که چند بیتش رو بخونم. ای یار ناگزیر که دل در هوای توست، جان نیز اگر قبول کنی هم برای توست. غوغای عارفان و تمنای عاشقان، حرص بهشت نیست که شوق لقای توست. گر تاج میدهی غرض ما قبول تو، بر تیغ میزنی طلب ما رضای تو. تنها نه من به قید تو درماندم اسیر، از هر طرف شکست دلی مبتلای توست. گر ما مقصریم تو بسیار رحمتی، عذری که میرود به امید وفای توست یا عطای توست. بعد اینجا هست که میگه شاید که در حساب نیاید گناه ما، آنجا که فضل و رحمت بی منتهای توست. یک بیانی از یکی از مظاهر الهی من خدمتتون عرض کنم که در واقع سندی باشه برای آنچه که عرفای بزرگی همچون مولانا سعدی حافظ گفتن. می‌فرمایند بزرگواری او، یعنی خداوند، بزرگواری او اعظم از گنهکاری بندگان و نورانیت بخشش کاشف ظلمات طغیان. حقیقت ظلم را ردای عدل پوشاند و طغیان صرف را تاج عطا بر سر نهد. این بیان در کتابی به نام معاد آسمانی جلد 9 صفحه 11 هست. البته باید عرض کنم این که می‌فرمایند حقیقت ظلم را ردای عدل پوشاند، 2 نوع ظلم داریم. یه ظلمی که انسان به خودش میکنه در حق اموری که بهش مشغوله، گاهی مثلا اسراف میکنه، در حال خطای مرتکب میشه که ظلم به وجودشه. اما گاهی هستش که ظلم به دیگران هست. این ظلم بقیده بنده ظلمی که انسان به خودش میکنه و اگر برگرده و در مسیر رضای حق گام برداره، قطعاً خداوند او رو میبخشه و اون رو تبدیل به عدل میکنه. اما ظلمی که به دیگران میکنه قطعاً خود حق میفرمایند قابل بخشش نیست. اصلا 2 چیز هست قابل بخشش نیست. یکی ظلم به دیگرانه که عرض کردم بارها درش حق و ناس هست، به اصطلاح باید اون ظلم رو مرتفع کنه و از طرفی که بهش، فردی که بهش ظلم کرده،
جبران کنه، در غیر این صورت قابل بخشش نیست. و یکی هم فرمودن شرک هست. شرک هم به دلیل اینکه حقانیت حق در وجود انسان هست، این تعلقات شدید مانع از قبول حق میشه. از این نظر این رو هم خداوند نمیپذیره. بقیه خب تمام اشتباهات و گناهانی که انسان مرتکب میشه، حالا دلیلش بیشتر این هستش که به اصطلاح خود حق میفرماید ما انسان رو ضعیف خلق کردیم. حالا دلیل و حکمتش رو اینجا نمیخوایم بیان بکنیم، بیشتر مربوط به خود حقه. انسان به اصطلاح حالا میگن جایز الخطاست، ولی در عالم عرفان نمیگن جایز الخطاست، میگن حتمی الخطاست. یعنی انسان طوری خلق شده که نمیتونه خطا نکنه. اصلا بخشش حق، این که خداوند بخشنده است، بزرگوار هست، فضال هست، رحیم است، رحمان هست، همه اینا به خاطر اینکه انسان تا گناهی نباشه، خطایی نباشه، غفلتی نباشه، عصیانی نباشه، دیگه این مراتب فضل حق معنا و مفهومی نداره. ولی خب انسان بایستی چون مختار هست سبک سنگین بکنه و ببینی که چه چیزی مایه سرور حقیقی و آرامش روح و جان و وجدانش میشه، اونها رو در نهایت دنبال بکن. چون میفرمایند چند نفسی باقی مونده رجوع کن و فرصت را مگذار. یعنی حتی برای خداوند این که چند سوایی به حیات انسان باقی مونده و انسان برگرده و به او توجه بکنه، میفرمایند غنیمت هست. ولی خب اگر هرچه زودتر انسان در مسیر رضای حق گام برداره، بیشتر مشمول فیوزات خواسته الهی میشه. من مطالب زیادی در اینجا یادداشت کردم، ولی متاسفانه فرصتمون انتها هست. ولی دوست دارم که یه بیت رو یه نفر زیاده روی کرده البته در مراتب فضل حق خدمتتون عرض کنم و به سخنم در این قسمت پایان بیارم. میگه شرمنده از آنیم که در روز مکافات اندر خور فضل تو نکردیم گناهی. شرمنده از آنیم که در روز مکافات اندر خور فضل تو نکردیم گناهی. میخواد برسونه به این که خداوند چقدر فضاله. خود حق میفرماید فضل من بر همه چیز پیشی گرفته و هرگز از درگاه حق به هیچ دلیلی ناامید و مایوس نباشید. مؤید و موفق باشید. انشالله در جلسه آینده به چند سوالی که از عزیزان رسیده پاسخ داده میشه. در پناه باشید.